در صفحه اصلی پرسش‌های مربوط به درس‌هایی که توسط کاربر سرپرست اختصاص داده شده نشان داده می‌شود و کاربر می‌تواند به پرسش‌ها پاسخ دهد. با زدن گزینه نادرست، گزینه قرمز می‌شود و تا زمانی که گزینه درست پاسخ داده نشود، پرسش بعدی نشان داده نمی‌شود. و کاربر می‌تواند به پرسش‌ها پاسخ دهد. در پایین صفحه با کلیک بر روی گزینه نمودارها، کاربر می‌تواند دو نمودار اصلی را مشاهده کند: وضعیت جعبه لایتنر که مربوط به پرسش‌هایی که در لایتنر قرار گرفتن میباشد که چه تعداد پرسش در کدام جعبه میباشد، و در نمودار پایینی گزارش روزانه نشان دهنده عملکرد کلی امروز میباشد. تعداد پرسش‌های درست پاسخ داده شده در امروز، نادرست‌های امروز، تکراری‌های امروز که از جعبه لایتنر آمده شده، تکراری‌های پاسخ داده شده و جدیدهای امروز.